بسم الله الرحمن الرحیم. طرح درس شماره 10 تهیه کننده حسن جون. خب موضوع در واجبات نماز. هدف کلی از این درس آشنا نمودن دانش آموزا با ارکان و غیر ارکان نماز. در پای درس از دانش آموزان ما انتظار میره که آداب نماز را بدونن، اذان و اقامه رو بتونن بگن، شرایط نماز خواندن صحیح در مسجد، شرایط نماز خواندن صحیح برای مردان و زنان و تفاوت نمازهای جماعت فرادا را بلد باشه. هدف‌های رفتاری که از دانش آموزان انتظار میره اینه که مفهوم نماز رو بدونن، طرز صحیح وضو گرفتن رو بلد باشن، پوشش مناسب برای نماز رو بدونن چیه و فکرات نمازها رو بلد باشن. اما خروجی دانش آموز یعنی ازش انتظار میره که چیا بلد باشه بعد از درس. فرق بین اذان و اقامه رو بلد باشه، شرایط نماز صحیح برای مردان و زنان رو بدونه، فواید نماز جماعت رو بلد باشه و شعار لا اله الا الله که به عنوان شعار اسلام هست رو بدونه. وسایل آموزشی ما در طول این درس کتاب، فیلم، تصویر و اجرا به صورت عملی. فعالیت‌های قبل از تدریس جدیدمون چی میتونه باشه؟ اولین ایجاد رابطه عاطفی. برای این کار برقراری ارتباط بهتر و موثرتر با دانش آموزان میتونیم داشته باشیم، یا مثلا برای تدریس با اونا درباره موضوعات غیر درسی صحبت یا سلام احوال پرسی بکنیم. ارزش یابی ما به گونه‌ای باشه قبل از تدریس، به این گونه که بپرسیم چه کسی میتونه به طور صحیح وضو بگیره، یا مثلا تفاوت اذان و اقامه رو برای ما بگن و چند مورد آثار نماز که در زندگی اونها اتفاق افتاده بتونن برای ما بگن و رعایت شرایط صحیح نماز تاثیر در قبول اون در پیش خود داره یا نه مثلا بتونن برای ما توضیح. تنظیم وضعیت کلاس، جدا کردن دانش آموزانی که با یکدیگر موجب اختلال در کلاس میشن. همچنین چیدن میزها دور کلاس برای ایجاد تنوع و انگیزه، ایجاد انگیزه برای درس جدید، استفاده از زندگی نامه علما و صالحایی که خود یا دانش آموزانی که حتی خودشون نماز موجب بهتر شدن امور زندگی اونا شده. فعالیت‌های مربوط به ارائه درس جدید، دانش آموزان بتونن ارائه توضیح اجمالی و شفاهی قبل از بیان درس بدن، طبقه‌بندی مطالب از مهم به آسون. ارزشیابی مرحله‌ای، بعد از تعریف برخی از هدف‌های درسی جهت آگاهی از میزان یادگیری شاگردان سوالات زیر مطرح میشه. کدام کلمه به عنوان شعار اسلام هست یا مواردی از این قبیل که در پاورپوینت مشاهده می‌کنیم. ارزشیابی پایانی هم داریم که مثلا بتونن سخنان پیامبر اکرم بگن، نمیدونم درباره کلام معصومان برای ما بگن. همچنین نتیجه گیری و جنبندی پایانی ها داریم که از مثلا دانش آموزان بتونه از جمله آداب نماز خواندن رو بگم که گفتن اقامه و اذانه، نماز خواندن در مسجد از دیگه آداب نماز است که بتونن اونها برای ما توضیح بدن و همچنین تعیین تکلیف کنیم برای اونها که بتونن در جلسه آتی برای ما اون تکالیف رو انجام بدند. السلام علیکم.